سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی دوستان عزیز. به جلسه پنجم استورج خوش آمدید. در رابطه با مبحث رید، یعنی ادامه رید قرار صحبت کنیم. جناب فرانی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. فراهانی هستم. این جلسه انشالله در رابطه با انواع رید می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. زنده باشیم. خب ببینید، ما ریدهای مختلفی داریم، ریدهای زیادی داریم، ولی مرسوم ترین ریدهایی که داریم رید 0 هست، رید 1، رید 5، رید 6 و رید 10. این مرسوم ترین ریدها. البته رید 50 داریم، رید 60 داریم، ولی خب عرفی که بیشتر استفاده میشه الان روی استورج ها، روی سرورها همین هست و خیلی از استورج ها هم برخی از استورج یه سری از این رید ها رو ساپورت میکنن. خب رید 0 به این صورت هست که خب ببینید برای رید لازم هست که حداقل شما 2 تا درایو داشته باشید. از مکانیزم استریپینگ استفاده میکنه، یعنی دیتا پخش میشه رویش. حالا جناب فرانی بعداً توضیح میدم به چه شکل هست، ولی دیتا پخش میشه روی این 2 تا هارد، 2 تا در واقع SSD. چون دیتا پخش میشه، من از تمام فضای استوریج هم میتونم استفاده، یعنی از کل فضای اون تعداد دیسکایی که دارم میتونم استفاده کنم. یعنی اگر شما 4 تا هارد 1 ترابایت رو با هم دیگه رید کردین، از مجموع فضای 4 ترابایت میتونید استفاده کنید. به تعداد در واقع دیسکاتون میتونیم فضا داشته باشیم. از اون ور چون من دیتا رو روی 4 تا دیسک مینویسم، لذا من میتونم همزمان دیتا رو از روی 4 تا دیسک بخونم، با فرض اینکه مثلا رید 0 از 4 تا دیسک استفاده کردیم، یعنی رید گروپ ما مثلا رید ست یا رید گروپ ما 4 تا باشه، ما میتونیم از هر 4 تا دیسک یا هر چند تا دیسک تو اون رید گروپ هست میتونیم دیتا رو بخونیم و همزمان دیتا رو روش بنویسیم. یعنی پس چون من همزمان میتونم دیتا رو بخونم و بنویسم روش از چندین دیسک، لذا پرفورمنس بالایی دارم. از لحاظ هزینه هم بخوایم نگاه کنیم، ببینیم ما از کل فضای اون دیسکا استفاده کردیم، لذا کاستش هم برای ما پایین در میاد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید من دیتا پخش میشه، تیکه تیکه نوشته میشه روی این دیسکا. یعنی اگر 2 تا دیسک داشته باشین و فرض کنید A و B رو بخوایم بنویسیم، A1 رو دیسک شماره 1 نوشته میشه، A2 رو دیسک شماره 2، به همین ترتیب B1 رو دیسک شماره 1 و B2 رو دیسک شماره 2. لذا اگر یکی از دیسکاتون از دست بره، کل دادتون به فنا میره. باید پس حواستون باشه پروتکشن ما رید 0 اصلا نداره. رید 1 به این صورت هست که خب از 2 تا درایو تشکیل شده، من همزمان میتونم روی 2 تا درایو بنویسم. ببینید رید 1 به این صورت با استفاده از تکنولوژی میرورینگ، ما از در واقع از تکنولوژی میرورینگ استفاده میکنه. هر دیتایی که روی مثلا دیسک شماره 1 تون باشه، همون دیتا کپی میشه روی دیسک شماره 2. یعنی به صورت میرور هم دیگه، یعنی کاملا میرور هم دیگه است. چون میرور هم دیگه و کپی هم دیگه هستن، لذا 50% از فضاتون شما از دست میدین. یعنی اگر 2 تا دیسک 1 ترابایت داشته باشین، مجموعش به اندازه همون یه دیسک 1 ترابایت فضا داریم. از لحاظ هزینه‌ای هزینه‌اش برای ما زیاده، چون 50% از فضا رو ما در واقع از دست میدیم. از لحاظ پرفورمنس تو رید 1 اگر بخوایم مقایسهش کنیم با تک دیسک، چون رید 1 از 2 تا دیسک ساخته شده، اگر بخوایم مقایسهش کنیم با تک دیسک، سرعت رید بالاتری داره، چون ما میتونیم همزمان از 2 تا دیسک بخونم، ولی سرعت رایتش یه مقدار پایینتر از تک دیسکه، چون همزمان نیاز هست که من دیتا رو کپی کنم رو 2 جا. خب اینم از من فکر کنم با 10 هم بگیم و بعد ریدای بعدی رو بذاریم واسه جلسه بعدی. خب از لحاظ کاست هم که گفتیم که کاستش منطقی نیست، ولی از لحاظ ریداندنسی در نظر بگیرید که رید 1 چون یه کپی دیگه از دیتا هم من دارم،
من ریداندنسی کاملی دارم. اگر یکی از دیسکام فیل بشه، دیسک دیگه هم کاملا اوکی هست و کاملا اوکی هست و میتونم از اون دیت های رو اون دیسک استفاده کنم. بحث ریبیلد هم اگر بخوایم صحبت کنیم، ببینید وقتی که ما یکی از دیسکامون، فرض کنیم همین رید یک در نظر بگیرید، یکی از دیسکامون از دست بره و یه دیسک اسپیر داشته باشیم، خب این فرایند ریبیلد معمولا به صورت اتوماتیک رخ میده. چون فرایند ریبیلد یعنی از روی کپی دیتا انجام میشه. یعنی من یه دیسکی دارم و یه دیسک اسپیر الان قرار دادم، دیتا کپی میشه از روی این دیسک روی اون دیسک اسپیره، لذا سرعت ریبیلد بسیار بالاست. خب دیسک رید صفر یه سری مزایا داره، رید یک هم یه سری مزایا داره. مثلا رید صفر خب پرفورمنس بالایی داره، بالاترین پرفورمنس روی تمامی ریدها رید صفر به ما میده و همچنین ظرفیت، من بالاترین ظرفیت رو رید صفر به ما میده. از اون ور مشکلی که داره پروتکشن نداره. رید یک پروتکشن خوبی داره، لذا اومدن یه رید ایجاد کردن به اسم رید یک به علاوه صفر یا رید 10 هم عرف هست بهش میگن. رید 10 از مزایای رید صفر یعنی پرفورمنس رید صفر استفاده میکنه و پروتکشن رید یک استفاده میکنه و مینیمم باید حداقل 4 تا دیسک شما داشته باشیم. مینیمم 4 تا دیسک باید داشته باشیم. حالا روشی که دیتا روش ریخته میشه ما تو جلسات بعدی در موردش صحبت میکنیم. آره یه توضیح فکر کنم روی تابلو میدیم در واقع اینکه نحوه نوشتنش چجوریه. آره جناب فرانی ممنونت میشم. نگاه کنید. ببین حالا همونجوری که امید جان شما گفتی، ما عملاً 2-3 تا معیار واسمون مهمه واسه اینکه رید رو انتخاب بکنیم. بحث کاست، پرفورمنس و بحث پروتکشن. بالاخره ما پول بی‌نهایت نداریم دیگه، می‌خوایم به اندازه که پول میدیم بهترین کیفیتی که میتونیم ما بگیریم. همونجوری که شما گفتی ما با رید صفر اگه شروع بکنیم، تو رید صفر حالا به تعدادی که دیسک داریم دیتا پخش میشه. یعنی اگر این دیسک یکمون باشه، این دیسک 2، 3 و 4 باشه، ما یه دونه فایل داشته باشیم، این خودشو بکنیم 4 تیکه، هر تیکهش میتونه بره روی یکی از این دیسکا نوشته بشه. یعنی درست. این تیکه 1، 2، 3، 4 میره رو هر کدوم از اون نوشته میشه. بنابراین الان همونجور که صحبت شد، ما همیشه وقتی میخوایم بحث پرفورمنس بکنیم از 2 جنبه بهش نگاه میکنیم. ما از جنبه رید و از جنبه رایت. ببینیم که چه وضعیتی اتفاق میفته وقتی که رید صفر میکنیم. رید صفرش که میکنیم خب معلومه وقتی میخوایم رایت انجام بدیم انگار که داریم از سرعت هر 4 تا دیسک استفاده میکنیم. بعد به نظر میرسه به اندازه ریدویتمون ما داریم سرعت رو افزایش میدیم. یعنی اگر که اینجا ما 4 تا دیسک توی رید گروپمون داریم، انگار که سرعت داره ضرب در 4 میشه. یعنی آره اسپید ضرب در 4 داره میشه. به نظر اینجوری میاد. پس اگر 8 تا داشته باشیم ضرب در 8 میشه. اگه 2 تا داشته باشیم ضرب در 2 میشه. اما همونجوری که شما گفتی اینجوری نیستش که ما اینو خب حالا 8 تا چرا بکنیمش 80 تا. اینجوری نیست، نمیشود. دلیلش همون بحثی که شما گفتی، یعنی ما اون بحث پروتکشنمون اجازه نمیده. دلیلش هم حالا یه ذره اسم فنی ترش MTBF دیسکاست. یعنی اینکه یه دیسک بی‌نهایت زنده نمیمونه دیگه، دیسک از بین میره و ما باید بنابراین اولا که ما توی رید صفر، حالا همینجوری که الان امیدم گفتش، ما تو رید صفر عملا فقط داریم پرفورمنس خیلی بالایی میگیریم. اما همونجوری که میبینید یه دونه فایل رو هم دیگه نمیتونیم ریتریوش بکنیم، برش گردونیم. چرا؟ چون اگه فرض کنید این دیسک بره، مثلا ما قسمت سوم فایلمون رو نداریم، یه تیکه از دیتامون رو نداریم، اصلا دیگه تیکه از دیتا وجود نداره. بنابراین ما اصلا پروتکشنی نداریم تو این مدل. ببینید پس ما بخوایم بگیم تو رید صفر ما پرفورمنس رو خیلی خوب داریم اما اصلا پروتکشن رو نداریم کلا. هزینه ای چه جوریه؟ اگه فرض کنیم هزینه این برابر با x، یعنی اگه فرض کنیم هزینه این x، این بهترین اتفاقه. یعنی ما 4 تا دیسک داریم،
4 تا دیسک رو زدیم سر هم دیگه، یه فضای یه تیکه 4 برابری داریم می‌بینیم و خب هزینه دیسکا رو هم پرداخت کردیم. اگه هزینه دیسکا باشد مثلا 1 واحد، ما به اندازه دیسک ضرب در انقدر واحد داریم فضا می‌گیریم. درست. یعنی ما 4 تا، یعنی 4 تا یک دیسک هزینه کردیم، همین قدم فضا گرفتیم. پس هزینهش هزینه خوبیه. درست. علی جان، من فکر میکنم که اگر بخوایم از رو کامپیوتر ازش استفاده کنیم، مثلا ما 2 تا دیسک رو میتونیم 2 تا SSD بندازیم، بعد برای گیمینگ رید صفرش کنیم. ته داستان یکیش هم سوخت که به جهنم سوخت. آره. اشکال نداره. اتفاقی نمیفته. ولی خب حداقل سرعت گیمینگ هم خیلی بالا میشه. یعنی اون ریسپانس تایمی که دارم برای گیمینگ هم احتمالاً ما فوق‌العاده میشه. سرعتمون داره میره بالاتر، به نفعمونه. حالا اگر بریم ما رید 1 رو نگاه بکنیم. تو رید 1 ما خب 2 تا دیسک داریم. من اینا رو پاک کنم. ما تو رید 1 ما 2 تا دیسک داریم که همونجوری که شما گفتی این 2 تا دیسک انگار که با هم دیگه برابرن. یعنی اگر من این فایل 1 رو دارم، هم اینجا نوشته میشه، هم اینجا نوشته میشه. همونجوری که گفتی در رابطه با رایت یک کوچولو وضعیت بدتره. بله. البته که ما انتظار داریم نسبت به تگ دیسک. نسبت به تک دیسک انتظار داریم یه میدیایی این وسط باشه که اون خودش پخش بکنه. یعنی عملا اینجوری نمیشه من رو این بنویسم، از رو این کپی کنم، رو این بنویسم. درست. در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم. آره، در تو حالا رید کنترلر ها و بله، اون بله. کش و اون چیزی که میتونه این وسط باشه که این کارو بکنه که بله. صحبت می‌کنیم. ولی به هر حال ما انتظارمون اینه که تقریبا شبیه این که من روی دیسک می‌نویسم با همون سرعت رایتش هم انجام. برای انگار که رایت فرقی نمی‌کنه. اما تو رید چی؟ چون که من 2 تا دیسک دارم، با مکانیزم هایی که توی این مسیر میتونه باشه، میتونم تیکه های اول فایل رو از دیسک اول بخونم، تیکه های دوم مثلا از دیسک دوم بخونم. بنابراین میتونم توی رید تا نزدیک 2 برابر سرعت بگیرم. بنابراین ریدمون انگار بهتر میشه. درست. یعنی اگر اینجا تو رید یک ABCD رو بخوایم بنویسیم اینجا، یا علی رو بخوایم بنویسیم، علی اینجا نوشته میشه، اون برم نوشته میشه. دقیقاً. یعنی حالا مثلا همون ABCD شاید بهتر باشه. ABCD هم اینجاه هم اینجاه. ولی مثلا میتونیم تو خوندنش این تیکه رو از این بخونیم، این تیکه رو از این بخونیم، بنابراین تا نزدیک 2 برابر میتونیم سرعت داشته باشیم. پس سرعتمون یکم تو رید بهتر میشه. پس یک کمی، خیلی کم میتونیم بگیم پرفورمنس رو یک کم میبره بالا. اما پروتکشن چی؟ همونجوری که شما گفتی، چون این فایل 2 جا نوشته شده. درسته. اصلا این دیسک از بینم بره اتفاقی نمیفته. من فایل رو دارم. پس درسته. پروتکشن رو کاملا دارم. خب علی جان، حالا یه موضوعی هم مطرح کنیم اینجا. حالا من کاست. فرض کنید یکی از این دیسک‌ها از کار افتاد. خب من یه دیسک اسپیر دارم رو سیستمم، یا حالا مثلا ندارم، انداختم رو سیستمم. این سرعت ریبیل تو این حالت چه؟ همین، یعنی به اندازه که فایل داری این شروع میکنه به کپی کردن روی یک. ببین من حالا میخواستم اینجا یه راستشو بخوام یه ریبیلدم بنویسم، یه ذره چون پیچیده میشه ما سعی میکنیم بحث رید ها که تموم شد یه ذره راجع به ریبیلد و اینا هم صحبت بکنیم. در نظر بگیرید زمانی که از پریتی ما داریم استفاده میکنیم، رید هایی مثل حالا رید 5 و 6 رو صحبت نکردیم، ولی خب زمانی که از پریتی داریم استفاده میکنیم، خود محاسبه پریتی مقدار زمان بره. لذا وقتی که ریبیلد میخواد اتفاق بیفته، باید اون پریتی هم حساب بشه و یه مقدار فرایند ریبیلد ما سرعتش کند میشه. ولی اینجا نیاز نیست دیگه، دیتا رو از همون هیچ محاسبه وجود نداره. آره، دیتا رو از همون هارد سالمه کپی میکنه رو هارد جدیده. خیلی سریع. یعنی این محاسبات وسطش وجود نداره، فقط عملا یه کپی کردن است. این تو اینجا ریبیلدش هم یکم سریع‌تره. خب علی جان، رید 10 هم ولی فقط کاستش رو نگاه بکنیم. آره. اگر اونجا رید 0 کاستش X بود، اینجا کاست هزینه ما برای فضای برابر، یعنی ما بخوایم به 2 ترابایت فضا برسیم، اونجا به 2 ترابایت، اینجا داریم 2x هزینه میکنیم. درست. برای من هزینه‌مون انگار که 2 برابر شد. لذا ما حالا درسته که ما در مورد کاربردهای این که بر چه اپلیکیشن هایی مناسب هست هر کدوم از ریدها صحبت میکنیم، ولی خیلی به صورت کلی ما چون اینجا هزینه‌مون خیلی زیاده، لذا برای اپلیکیشن کلیدی سازمانمون یا معمولا برای سیستم عامل، بله، عموما واسه اون جاهایی که واسه همون اولا فضای زیاد بزرگی نیست و ثانیاً پرفورمنس واسه همون مهمه. پرفورمنس کاملا واسه همون مهمه. اون موقع ها میایم سراغ رید 1. معمولا سیستم عاملا الان نصب میکنن. ES6 هایی میخوان شما نصب کنین، ویندوز، لینوکس چیزی بخواین نصب کنین، معمولا روی میریم سراغ رید 1. خب بفرمایید. و بعد در نهایت همونجوری که شما گفتی، اونی که بهش میگن رید 10 یا یک به علاوه 0 اینها، که ما اصلا اینهایی که 0 قاطیشون شده، حالا ما دیگه راستشو بخواید دیگه الان شما نگاه کنید امید جان، توی
استوریج انترپرایز دیگه اصلا بعضی از این ریدای قدیمی تر مثل 50 60 اینا دیگه وجود نداره. مثلا تو هیتاچی های انترپرایز اصلا دیگه نداری، این امکان انتخابش وجود نداره. یعنی شما فقط رید 1 رو داری، 10 رو داری، 5 رو داری، 6 رو داری، دیگه رید دیگه اصلا وجود نداره، یعنی نمیتونی انتخابش کنی. بنابراین ما یه مقداری از اونها میگذریم، اما به صورت کلی اونهایی که کنارشون 0 میان، یعنی ما خاصیت استرایپینگ رو داریم ولی این رید یعنی خاصیت این یکی رید رو هم داریم، یعنی ما میرورینگ و استرایپینگ بله کنار هم دیگه جفتش شده. خب دوستان، ما یه اتفاقی افتاده بود توی ویدیوهای ما و اونم این بود که یه اشتباه کوچیکی کردیم برای اینکه وقتی خدای نکرده تو ذهن شما اشتباه جا نیفته. من این قسمت ویدیو رو دوباره مجددا گرفتم و این رو اضافه کردم به ویدیو قبلیمون و اون هم این بود که ما رسیدیم به اینجایی که خب خیلی خوب مثلا بعضی از این ریدهای ترکیبی هستن، مثلا رید 1-0 که اینجا دارید شما میبینید، یا مثلا مثل حالا 0-1. اینا بحثی که توشون بودش این بودش که هم از مزایای رید 0 دارن استفاده میکنن، هم از مزایای رید 1، یعنی هر دوتا رو همزمان دارن. اصلا اساسا اینهایی که حالا 0 و 1 هستن یا حالا هر مدل دیگه، مثلا شما شاید جاهای دیگه 60 رو هم ببینید، 50 رو هم ببینید و مدل ها اینجوری که البته حالا عموما دیگه توی استوریج انترپرایز این مدل ریدار رو نمیبینید ها، تو مدل های قدیمی تر میبینید، اما کماکان رید 10 باقی مونده، این رید کماکان هستش و عموما هم تو اینهایی که 0 بعدشونه معنیش اینه که اول اون داخلیه داره اتفاق میفته، مثلا مثل رید 1 داره اتفاق میفته بین یه بانچی از دیسک ها و بعد 0 همون بحث استرایپینگ داره روشون اعمال میشه. خب حالا فقط واسه اینکه ببینید خب رید 10 داره چیکار میکنه، اونم این شکلیه که همونجوری که تو این شکل اومده. نگاه کنید اولا که حداقل تعداد دیسکایی که میتونید برای رید 10 باید استفاده بکنید حداقل 4 تا دیسکه، برای از 4 تا دیسک به بالا میتونیم استفاده بکنیم و حالا از اینجا بعدم باید تعداد دیسک ها زوج باشه. خب نکته که هستش اینه که کاری که در واقع اون کنترلر شما میکنه اینه، میاد دیسک ها رو به زوجه هایی میشکنه. همونجوری که میبینید مثلا الان اینجا ما دیسک 1 و 2 رو داریم، اینجا هم دیسک 3 و 4 رو داریم، این هر کدوم از اینا یک گروه شدن. همونجوری که میبینید داخل اینها هر کدوم از این زوجه ها رید 1 روشون اعمال میشه. بنابراین معنیش چیه؟ معنیش اینه که من هرچی دیتا تو دیسک مثلا اول دارم، مثلا اینجا وقتی A نوشته شده اینجا هم همون A رو دارم و حالا اگر B اینجا نوشته شده اینجا هم B رو دارم. بنابراین دیتا ها تو هر گروپی تکراری میشه. خب همونطوری که میبینید و حالا در نهایت چه اتفاقی میفته؟ دیتا در نهایت تقسیم میشه به تعداد گروه هایی که ما توی این در واقع رید گروپمون داریم و اونجور تقسیم میشه. معنیش چیه؟ معنیش مثلا اینه، نگاه کنید معادل اون چیزی که ما حالا قبل تر نوشتیم توی ویدیو اصلیمون. اگر فرض کنید ما مثلا دیتامون اینه A B C D، اتفاقی که میفته اینه که این دیتای شکسته میشه. فرض کنید Aش اینجا نوشته میشه، B اینجا نوشته میشه، دوباره C اینجا نوشته میشه تکراری، D اینجا نوشته میشه. همونجوری که میبینید داره دیتا ها پخش میشه بین گروه های مختلف. حالا اگه مثلا ما 3 تا گروه داشتیم، یه گروه دیگه هم داشتیم، اینجوری بود که A اینجا نوشته میشد، B اینجا نوشته میشد، C اینجا، خب حالا دوباره به صورت راند رابین D اینجا نوشته میشد و به همین ترتیب. پس دیتا ها دارن استرایپ میشن، انگار از بالا که داریم نگاه میکنیم انگار که دارن استرایپ میشن، اما داخل گروه ها دارن میرور میشن. خب پس حالا تو این مدلی که ما داریم همینجوری که الان قابل مشاهده هست، ما اگر دیسکیو این فرض کنید این دیسک شماره 2 بودش دیگه، این دیسک شماره 1، این دیسک شماره 3 و دیسک شماره 4. بنابراین اگر ما یه دیسک شماره 2 رو کلا از دست بدیم، هیچی دیتا از دست ندادیم. همونجوری که می‌بینید کل دیتا هایی که تو دیسک شماره 2 هستش تو دیسک شماره 1 هم هست. و حالا حتی اگر تو این مدل مثلا ما دیسک شماره
3 رو هم از دست بدیم، کماکان هیچی دیتا از دست ندادیم، چون که همه اینها توی دیسک شماره 4 هر چی که تو دیسک شماره 3 بوده توی 4 هم هستش. پس ما اینجا هم دیتا از دست نمیدیم. اما خب مشکلی که این مدل داره اینه که خب همونجوری که میبینی بسیار داره ویست میکنه دیگه. یعنی اگر ما دوباره بیایم بحث پرفورمنسش رو بخوایم بنویسیم، پرفورمنس و حالا تعداد دیسک هایی که یعنی کاستی که این داشتهش، اگر تو این مدل نگاه بکنید ما در واقع پرفورمنس اون به اندازه‌ای که صفر داره واسه همون گروه های مختلف ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا ما اینجا که 2 تا گروه مختلف داریم، انگار که داریم با 2 برابر سرعت می‌نویسیم. حالا اگه 3 تا گروه مختلف داشتیم، انگار با 3 برابر سرعت می‌نویسیم. کلاً ریدویتسمون یا اون اندازه که استرایپ دارن میشن دارن واسه ما سرعت ایجاد میکنن. پروتکشنمون چقدره؟ پروتکشنمون دوستان یه اشتباه مرسومه که تصور میشه که رید 10 بیشترین پروتکشن رو میده، چون که بیشترین تعداد دیسک رو داره مصرف کنه. همونجوری که الان مشخصه اینجا اگر مثلا ما 4 تا دیسک داریم، انگار که از فضای 2 تا دیسک فقط میتونیم استفاده بکنیم. اگر 6 تا دیسک داشتیم، فقط میتونستیم از فضایی که 3 تا دیسک بهمون میداد میتونستیم استفاده بکنیم. بنابراین انگار که کل فضا رو داره نصف میکنه. هزینه‌مون پس 2 برابر رید 0 معمولی هستش. اما 2 برابر اون هم به ما پروتکشن نمیده. این یکی از مشکلات اینو بهش دقت بکنید. ریدس 10 بالاترین میزان پروتکشن رو به ما نمیده. ببینید الان فرض بکنید ما تو اینجا اگر یک دیسک رو از دست بدیم، هر کدوم از دیسک رو از دست بدیم، ما مطمئنیم که دیسک جایگزین یعنی دیتا از دست نمیره. ما مطمئنیم. مثلا فرض کنید دیسک شماره 2 از دست بره، ما مطمئنیم که هیچی از دست. این رید شماره 2 رو با هر کدوم از اونهای دیگه، یعنی با دیسک 1 3 یا 4 جایگزین میکنیم، فرقی نمیکنه. ما تا وقتی یه دونه دیسک از دست بدیم هیچ چیزی از دست نمیدیم تو مدل رید 10. اما من توی این سناریو به شما نشون دادم اگر حتی یه دیسک دیگر هم از دست میدادیم، مثلا اگر دیسک شماره 3 رو هم از دست میدادیم، بازم دیتا از دست نمیدادیم. اما تو این مدل فرض بکنید به جای اینکه دیسک شماره 3 از دست بره، دیسک شماره 1 از دست بره. همونجور که اونجا نوشته بودیم، اگر ما اینجاها A رو داشتیم، اینجاها B، دوباره C رو اینجا داشتیم، اینجاها D، همونجور که میبینید اگر دیسک شماره 1 مون هم دیگه از دست بره، ما کلا نصف این دیتا هامون از دست دادیم و اینا دیگه قابل بازگشت نیستن. پس با از دست دادن دومین دیسک دیتا از دست دادیم. پس میخوام بگم که ما تا جایی خیالمون میتونه راحت باشه که دیسک های داخل یک گروه از دست نرن. به محض اینکه دومین دیسک داخل یک گروه از دست بره، دیتا از دست میدیم. پس میزان پروتکشنش بیشتر از مدل های مثلا مدل 6 نیستش که حالا ما ویدیوهاش ان شاءالله آماده میکنیم و خدمتتون ارسال میکنیم. بیشتر از اون نیست. تو مدل رید 6 شما با از دست دادن دو تا دیسک کماکان هیچ دیتا از دست نمیدید. پس چرا ما هنوز میم از رید 10 استفاده میکنیم با اینکه خب کاستش که خیلی زیاده، پروتکشنی هم که داره بهمون میده اندازه بعضی از ریدا مثلا رید 6 نیست. پس کاستش خیلی زیاده، پرفورمنس اما خب خوبه و کاست، و حالا اگه اینجا کاست رو ببینیم کاستش بده. ببخشید من اینجا بعد پروتکشن رو نوشتم. پروتکشنش هم پروتکشن بالایی نیست، خوبه اما خیلی بالا نیست. تنها مزیتی که بچه داره که رید 10 کماکان باقی مونده اینه که ما پرفورمنس بسیار بالایی میگیریم. حالا ما تو اون جلسه‌ای که راجع به محاسبه رید و اینها صحبت میکنیم خیلی مفصل‌تر بحث میکنیم که چجوری پرفورمنس رید 10 از تمام ریدهای دیگه بهتره، چرا پرفورمنسش از بقیه بهتره، اونجا بحث میکنیم. اما کماکان جواب اولی برای اینکه چرا با اینکه کاستش بسیار بالاه، پروتکشنش هم که خیلی بهتر از بقیه، بهتر از یکی دیگه از مدل ها، یعنی مثلا رید 6 نیست، چرا کماکان از رید 10 داره استفاده میشه؟ دلیل اصلیمون پرفورمنس اون از همه بهتره. خب دوستان، من عکس رید 1 رو هم حالا آوردم. راستش رو بخواید خیلی تلاش کردم که
با تعداد دیسکای بیشتر پیدا کنم تو اینترنت که پیدا نکردم متاسفانه. حالا فعلا با همین پیش بریم. تو رید یک هم من چون میگم مدل بسیار 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 مرسومش اینه که 2 تا دیسکو رید یکش میکنن، حالا عموما بیشتر از این نمیذارن، اما حالا فقط ما به این که بدونید به لحاظ تئوریک چون این رید یک رید میروره، یعنی هر آنچه که این تو هست این تو هم هست. مثلا همونجوری که اینجا میبینید A1 رو اینجا دوباره تکرار کرده و به همین ترتیب مثلا A3 رو. عرضم اینه که ولی به لحاظ تئوریکال ما محدودیتی رو تا دیسک نداریم تو رید یک، یعنی شما میتونید یه دیسک دیگه هم کنارش بذارید و به همین ترتیب. معنیش اینه که شما یه دیتای اصلیتون که مثلا همین A1 میتونید 4 جا بنویسیدش مثلا یا 3 جا بنویسیدش، حالا به تعدادی که مد نظرتون هستش. بنابراین انگار که مثلا کاستمون رو 4 برابر کردیم، اما خب پروتکشنمون به این اندازه هست دیگه، یعنی به اندازه که دیسک واسه یه روید یک کنار گذاشتیم منهای یکش میتونیم دیسک از دست بدیم و کماکان مطمئن باشیم که دیتا از دست نمیدیم. مثلا فرض کنید که تو این مدل ما میتونیم 3 تا از این دیسک رو از دست بدیم و کماکان دیتا از دست نره. اما همونجوری که میبینید با توجه به کاست بسیار بالاش اصلا مدل مرسومی نیست، یعنی اون چیزی که خیلی مرسومه همونه که 2 تا دیسک واسه یه رید یک در نظر میگیرن نهایتا. و خب خیلی جاها مثلا ما تو جاهای واقعی که داریم استفاده میکنیم عموما رید یک میکنیم برای اینکه مثلا OS سرورهای اصلیمون رو داشته باشیم، یا یه جاهای مثلا کش هایی که در نظر میگیریم رید یک میکنیم، اما اونجا هم واقعیت اینه که 2 تا دیسک فقط در نظر میگیریم. خب حواسمون هست اگه دیسک از دست دادیم بالاخره دیسک رو جایگزین بکنیم. اما میگم مدل مرسوم اینه که 2 تا دیسک توی رید یک در نظر میگیرن ولی محدودیت تئوریک ندارید، یعنی شما میتونید تعداد دیسک های بیشتری هم واسش در نظر بگیرید. خب به همون مقدارم پروتکشنتون زیاد میشه، یعنی مثلا وقتی که 4 تا دیسک رو با هم دیگه توی یه دونه رید یک قرار میدید خب شما میتونید 3 تا دیسک از دست بدید. این هم به لحاظ تئوریک قابل اجراست. امیدوارم که این قسمت هم به دردتون بخوره. اگر که واسهتون جذاب بود لطفاً برامون کامنت بذارید و ما رو سابسکرایب بکنید و ما رو لایک کنید. خیلی ممنونم. روز بخیر.